بخش 23. کور عصاکش. الحق که بهار تهران بی نهایت دلکش و زیباست، ولی افسوس که مثل همه چیزهای زیبا و دلکش عمرش به غایت کوتاه است. پرده برافکنده جلوه‌ای می کند و دلها را ربوده از نو پرده نشین می شود. حالا که دستم از دامنش کوتاه شده قدرش را می فهمم و حسرتش را می خورم. هر روز صبح که بیدار می شدم جوانی درختها مثل تکمه پستان دوشیزگان پابربخت درخت‌تر و شادابتر شده است و دانه های شکوفه چون قطرات شیری که از آن پستانها چکیده باشد بر سر و سینه عروس شاخسار نشسته است. بهار و بهارها باز میرسد، اما ما کجا خواهیم بود؟ امروز صبح وقتی سر و کله بوفکور در اتاقم نمایان شد، فوراً ملتفت شدم که تازه‌ای رخ داده است. چشمهایش از شادی می درخشید و لب و لنجش غنچه‌ای شده بود. گفتم: موسیو، امروز خیلی شنگولت می بینم. معلوم است که باز کپکت می خواند. بگو ببینم باز چه دست گلی به آب داده ای؟ گفت: حقا که چشم بصیرت داری. کشفی کرده ام که 1000 اشرفی می ارزد و اگر بگویم هرگز باور نخواهی کرد. گفتم: کدام یک از کشفیات تو باور کردنی است که این باشد؟ لابد باز پا تو کفش بیچاره‌ای کرده ای و یا زیر یکی از بدیهیات زده ای و یا شناخت با یکی از اصول مسلم علم و اخلاق بند شده است. گفت: اولا بدان که این بدیهیات اولیه فرضیات مسلمه‌ای بیش نیست و ثانیاً دشمنت زیر بدیهیات میزند و با اصول علم و اخلاق سرشاخ می شود. مگر خدای نخواسته به خون بوفکور بینوا تشنه‌ای که این افتراهای شاخدار را می‌خواهی به او ببندی؟ به گوش مؤمنین برسد جان و مالم مباح می شود. گفتم: بیهوده ترس و لرز به خودت راه نده. آنهایی که عادت به خون ریزی دارند در پی خونی رنگین تر از خون فاسد من و تو هستند. بگو ببینم پارچه نوبری به بازار آورده ای؟ گفت: تا به چشم خود نبینی باور نمی کنی. همین امشب نشانت خواهم داد تا ایمانت به من محکم تر شود. گفتم: آمین یا رب العالمین و به صحبت‌های دیگر پرداختیم. ولی باطناً سخت کنجکاو شده بودم که از صندوق ملعنت این جن بوداده باز چه نیرنگی بیرون خواهد جست. گفت: امشب شام را که خوردی حاضر رکاب باش. میایم نشانت میدهم. حسنش بیشتر در این است که با چشم خودت ببینی تا باز نگویی فلانی از زور بیکاری برای مردم پاپوش میدوزد. گفتم: یک امشبه را باید دور من خط بکشی، چون خیال دارم از اتاقم بیرون نیایم. ابروها را به رسم استهزا بالا کشیده گفت: مگر خدای نخواسته میخواهی چله بنشینی؟ گفتم: در این گوشه دارالمجانین ما همه چله نشین هستیم، ولی مدتی است به مادر رحیم وعده داده‌ام برای طول عمر و سلامت شوهر و فرزندش دعا بکنم و به قدری امروز به فردا انداخته و زیر سبیلی در کرده ام که پیش نفس خود شرمنده ام و امروز دیگر با خود شرط کرده ام که سرم را دم باغچه ببرن امشب پا از اتاق بیرون نگذارم. گفت: هر دم از این باغ بری میرسد. این رنگش را دیگر نخوانده بودم. خودت را میخواهی مسخره کنی یا خدا را دست انداخته ای یا خیال داری جیب شاهباجی را ببری؟ گفتم: خدا عقلت بدهد. مگر به اثر دعای بیریا اعتقاد نداری؟ گفت: پسر جان، مگر نمیگویند خدا همان ساعتی که دنیا و مافیها را آفریده از همان ساعت تکلیف هر ذره‌ای را معین و مقرر نموده و مقدرات همه موجودات از خرد و بزرگ همان وقت در لوح محفوظ به ثبت رسیده و با قید نمره در دوسیه ازلی ضبط است. فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. در این صورت چطور میتوانی تصور نمایی که با ذوق و ذوق چون تو بنده گناهکار و روسیاهی چرخ مشیت الهی واگرد نماید و قلم بطلان بر مقدرات لم یزلی کشیده شود. گفتم: هزاران سال است که بشر به دعا خوشدل بوده و بعدها هم خواهد. لابد اگر نتیجه ای از آن همه دعا نگرفته بود به خودی خود سلب عقیده اش شده بود. بیهوده سخن به این درازی ها هم نمی شود. گفت: مگر 1000 بار به تو ثابت نکردم که افعال و افکار انسانی را دلیل بر حقانیت هیچ چیزی نمی توان قرار داد. کلاهت را قاضی بکن و ببین مگر نه این است که
که مستجاب شدن دعای ما کور و کچلها مستلزم آن است که در دستگاه الهی شیوه ناسخ و منسوخ رواج یابد. آیا اگر دانه گندمی در زیر سنگ آسیا زبان به دعا گشوده استغاثه نماید که از رنج و عذاب خرد شدن برکنار بماند و یا آنکه حبه زغالی در کوره آهنگری به تضرع و زاری درخواست نماید که از سوختن در امان بماند جای خنده و استهزا نیست؟ به عقیده تو در حق سرباز گمنامی که در میدان جنگ و در بحبوحه زد و خورد به اسم اینکه پایش میخچه درآورده است متارکه جنگ را از خداوند لشکر بخواهد چه حکمی باید کرد؟ اگر عقیده مرا میخواهی چنین بندگان نادان و فضولی به حکم آنکه درست حال عارض و معروضی را دارند که بخواهند دهن قاضی را محرمانه با رشوه و تعارف شیرین بکنند و دستگاه داوری را منحل سازند مستحق عقاب و عدالت هستند. گفتم هدایت علی، حتی سگ وقتی اوی زیاد کرد و به جایی نرسید خودش خسته می شود و دست بر می دارد. اگر بنا بود از دعای مردم هیچ کدام مستجاب نشود هزاران سال بود که دیگر کسی لب به دعا نمی گشود. گفت قربان عقلت پسر جان، اگر بنا می شد از 1000 دعا یکی مستجاب شود کار خدا به جاهای خیلی نازک می کشید و تکلیف مستوفیان دیوان ربانی سخت شاق می گردید و لازم می آمد که ملائکه آسمان شب و روز مداد پاک کن به دست به جان سجل و دفاتر مقدرات ایزدی بیفتند و همه کارهایشان به کنار نهاده مدام مشغول حک و اصلاح و تغییر و تبدیل و رفع و رجوع باشند. نباید فراموش کنی که دعاهای مردم عموماً به قدری ضد و نقیض است که اصولاً اجابت آنها از حیز امکان بیرون است و فرزن هم بخواهد اجابت کند نمیداند به کدام ساز ما برقصد و مثلا همان ساعتی که در گوشه فلان دهکوره بابا اکبر ریش سفید خود را شفیع آورده و زاری کنان از درگاه الهی باران می‌خواهد که پنبه‌اش از بیابی خشک نشود، در همان وقت همسایه دیوار به دیوار او ننه اصغر پستانهای پلاسیده خود را به روی دست گرفته اشک ریزان آفتاب می‌طلبد که مبادا پشمی که برای خشک کردن پهن کرده رطوبت ببیند و بپوسد. قضا دگر نشود ور 1000 ناله و آه، به شکر یا به شکایت برآید از دهنی. گفتم به شاه باجی خانم قول داده ام و به قول خود وفا خواهم کرد. تو هم بی خود آرواره ات را خسته مکن. دم چون تو الخناسی دیگر در من نمیگیرد. برو کلاهی به دست بیاور که قالب سرت باشد که کلاه من برای سرت گشاد است. گفت از من میشنوی اینقدر دعا کن که زبانت مو درآورد. همینقدر بدان که با دعا و نفرین هم باری بار نمی شود و اگر تمام نوع بشر 1000 سال روز و شب مشغول دعا باشند محال است که یک دانه ارزن از آن دقیقه‌ای که باید زیر خاک سبز شود 1000 ثانیه زودتر سبز شود. اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد وگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب. با این همه شب به خیر و التماس دعا هم دارم. فردای آن روز دیشب را با دعا و مناجات گذراندم و روی هم رفته کیفی داشتم. دعا اگر فایده‌ای هم نداشته باشد همینقدر که انسان را ولو چند دقیقه‌ای هم باشد از این محیط آلوده و گرفته رهایی میبخشد خودش 1000 تومان میارزد. امروز هم از اثر همان راز و نیازهای دیشب معقول روحانیتی دارم. الحمدلله که بوفکور هم روی نشان نداد و نیامد با بیانات دریوری خود آینه پاک ضمیرم را مکدر سازد. بعد از ظهر برهنه دلشاد به دیدنم آمد و از صحبت او هم مبلغی لذت بردم. مرا پشت تجیری که اتاقمان را به 2 قسمت می کند برده با تشریفات بی اندازه جار و 40 چراغ‌هایی را که به دست خود با شیشه شکسته و تلکه تسمه و زرورق و این قبیل خردریزهای براق ساخته شده بود نشان داد. می گفت می خواهند این 40 چراغ‌ها را برای نمایش بین المللی به ینگی دنیا ببرند، ولی چون هیچ کمپانی زیر بار حمل و نقل چنین اشیای نفیس و پربهایی نمی رود چندین دولت سرگردان ماندند. کم کم نشاط و سرور این آدم عجیب در من هم سرایت کرد و 1 ساعت تمام من خود را در امواج بیغمی و لمن الملکی خیالی غوطه‌ور دیدم. وقتی از آن عالم به خود آمدم که تنگ غروب بود
و رقیه سلطان علنگیی کلفت دارالمجانین با آن 4 قد مشمش کثیف که درست قابشور آشپزخانه را به خاطر می آورد و آن کیسه های چرب و براق و چادر نماز چیز گلدار رنگ پریده‌ای که لبه‌اش را لای دندان گرفته بود و آن شلیته کوتاه و آن شلوار چلوار به پر و پا چسبیده و آن کفش‌های شلخته پاشنه خوابیده پرگرد و خاک، چلیک نفت در یک دست و قیف بزرگی در دست دیگر، در حالی که 2 مش از گیس فتیل مانندش از 2 طرف صورت سیاه سوخته‌اش بیرون ریخته بود، برای نفتگیری چراغ‌ها دور افتاده از اتاقی به اتاق دیگر می‌رفت. همین که لامپ‌های چینی لحیم خورده مرا روشن کرد و سلام گویان در جلویم گذاشت، مثل اینکه یک دفعه مرده باشم و چراغی روی سنگ لحدم بنهند، غم و غصه دنیا سر تا پایم را فرا گرفت. در آن فضای حزن‌انگیز که بوی نفت انسان را گیج می‌کرد نشسته بودم و در تاریک و روشنی شامگاهان که کم کم داشت تاریکی آن به روشنایی میچربید، سرگرم تماشای دورگردی و صید و پرواز شبکورها بودم که ناگهان هدایت علی یا علی مددگویان وارد شد. گفت انشاءالله باکیت نیست و دعای دیشب هم مستجاب شده است و عمر آقا میرزا عبدالحمید به 120 و ریشش تا به روی نافش خواهد رسید و شاه باجی خانم هم از 9 ماه شب 14 شده و پس از عمر خضر در یکی از غرفه های یاقوت و فیروزه بهشت با حور و غلمان محشور خواهد گردید و رحیم خودمان هم از برکت دعاهای سرکار مانند جد امجدش حضرت آدم از جنت جنون رسته، از نکبت و ادبار بیقلقش عقل خداداد سالهای دراز برخوردار خواهد بود. گفتم آمین یا رب العالمین. گفت اینک اگر هنوز رغبتی به دیدن کشف تازه جان نثارت داری، برخیز و بدون آنکه دهان باز کنی عقب من بیاد تا آنچه نادیدنی است آن ببینی. گرچه چشمم ابداً آب نمیخورد و میترسیدم باز برایم پاپوش تازه‌ای دوخته باشد و پیسی جدیدی به سرم درآورد، دل به دریا زدم و هرچه باداباد گویان کورمال به دنبالش افتاده سیاهی به سیاهی او روان گشتم. پاورچین مرا تا وسط باغ همان جایی که وعدگاه روزانه خودمان بود آورد و درختی را نشان داد و گفت پشت تنه این درخت پنهان شو، مبادا نفست درآید. خودش نیز در پس درخت دیگری در همان نزدیکی من در کمین ایستاد. ربع ساعتی بیش نگذشته بود که سایه آدم بلند بالایی از دور در تاریکی هویدا گردید که با قدم‌های شمرده و آرام به طرف ما جلو می آمد. اول نتوانستم تشخیص بدهم که کیست، ولی وقتی نزدیک شد و روی نیمکت معهود خودمان قرار گرفت معلوم شد مدیر دارالمجانین است. همین که چشمهایم بیشتر به تاریکی عادت کرد، دیدم اول سیگاری کشید و سینه‌ای صاف کرد و بعد بغلی جانانه‌ای که فوراً حدس زدم باید عرق علیهم السلام باشد، با مبلغی آجیل و مزه و 1 دانه استکان از جیب درآورده در مقابل خود گذاشت و بدون معطلی در آن تاریکی که دیگر چشم را نمیدید، به احتیاط تمام استکان را پر کرد و مثل اینکه به سلامتی کسی بنوشد با آدم نامرئی و مجهولی بنای گفتگو را نهاد. می گفت همدم خانم از جان عزیزترم، اولین گیلاس را به طاق ابروی خودت می نوشم و استکان را لاجرعه به سر کشید. آنگاه 2-3 دانه تخم هندوانه مزه کرد و دنباله سخن را گرفته با همدم خانم بنای معاشقه را گذاشت و حالا قربان و صدقه برو و کی نرو. می گفت به موی خودت قسم تمام روز 1 ثانیه آرام نداشتم و تمام را دقیقه شماری می کردم که کی آفتاب غروب می کند تا باز به خاک بوس قدم عزیزت مشرف شوم. 100 بار آرزو کردم که ای کاش قیامت بر می خواست و آفتاب تاریک می شد تا دستم زودتر به دامان وصلت برسد. همدم عزیزم، عمر من تویی، دنیای من تویی، بی تو میخواهم 1 ساعت زنده نباشم. روز و شب در مقابل چشمم حاضری، از تخم چشمم بیشتر دوستت میدارم و از دل و جانم به من نزدیک تری. همدم جانم، میدانی دلم چه میخواهد؟ دلم میخواهد 1 قطره آب بشوم تا تو آن را بنوشی و از غنچه لب و دهانت گذشته، مروارید دانه هایت را بوسیده، وارد صراحی آن گلوی از آج تابان ترت بشوم و از آنجا هم گذشته
همیشه داخل نهانخانه قلب نازنینت بشوم و در تمام اوراد و شرائینت دوران نموده با آن خون گرم و شادابت مخلوط بشوم، رفته رفته در وجود آسمانیت که از وجود فرشتگان لطیفتر است نیست و نابود گردم. همدم جانم، بیا و یک امشبه ترس و لرز را به کنار بگذار و محض خاطر پیر غلام جان نثارت این یک گیلاس را به نام پایداری دولت ایش و عشقمان نوش جان فرما. اگر گناهی داشت به گردن من که محض خاطر تو 100 آتش جهنم را به جان خریدارم. چون مدتی التماس کرد و همدم خانم حاضر نشد خواهش عاجزانه او را بپذیرد، خودش گیلاس را خالی کرد و گیلاس دیگری پر نموده زیر لب بنای زمزمه را گذارد که یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. و آنگاه لحظه‌ای چند خاموش نشست و ناگهان مثل اینکه همدم ناپدید شده باشد و دلدار دیگری را در پهلوی خود ببیند، با آب و تابی بیشتر بنای راز و نیاز را گذاشت. اکنون روی سخن با دلبر تازه به بازار آمده ایست گوهرنام. از فرط اشتیاق و سوز و گداز چنان بیتاب و توان شد که مدتی خاموش ماند و در حالی که به نیمکت تکیه داده بود، نگاه را به آسمان پرستاره دوخته، مانند کسی که از کوه بلندی بالا رفته و سینه‌اش تنگی کند، بلند بلند بنای نفس کشیدن را گذاشت. پس از آن حق حق کنان خود را به روی خاک به قدم گوهر انداخت و زار زار بنای گریستن را نهاد. از مشاهده این احوال هم متأثر شده بودم و هم متعجب و از آنجایی که می ترسیدم مرد بیچاره غش کرده باشد، نزدیک بود به کمکش بشتابم که به خودی خود از جا بلند شده آه سردی از دل کشید و باز بنای زمزمه را گذاشت. خیال کردم به حال آمده و به منزل خود برخواهد گشت، ولی در همان حال صدای لرزانش از نو بلند شد و با هزار آب و تاب به یار غار تازه‌ای ثریا نام به معاشقه و مغازله مشغول گردید. از برداشت سخنش استنباط کردم که ثریا بیمار و بستری است. می گفت ثریای با جان برابرم، اسمت را که میبرم تمام بدنم مثل بید میلرزد. چطور خدا راضی می شود که تن از گل نازکتر تو اینطور در آتش تب بسوزد، درد و بلایت به جان من بخورد. خدا مرا و هر کس را که دارم بلاگردان تو کند. فدای چشمان بیمارتر از خودت بروم و تن نازنینت را آزرده گزن نبینم. قربان آن تبخاله گوشه لبت بروم که هیچ شکوفه‌ای به پای آن نمیرسد. ای کاش این قطره خون ناقابلم داروی دردت میشد تا 1000 بار به منت در پایت میفشاندم. ثریا جانم، خاطرت هست شب‌های مهتاب ماه گذشته چه ساعت‌های بهشتی در این باغ گذراندیم؟ یادت هست که کرم‌های شبتاب را لابلای گیسوانت جا داده بودم و آسمانک پرستاره‌ای درست کرده بودم؟ خاطرت هست که روی ریگ‌های باغچه نشاندمت و آنقدر برگ گل بر سر و صورتت نثار کردم تا زانوهایت زیر گل ناپدید شد؟ هیچ وقت فراموش نمی کنم که تشنه بودی، کولت کردم و آهسته آهسته بردمت تا لب آب و 2 دستم را پر از آب کردم و مثل غزال از کفم آب نوشیدی. هنوز نفس مشک بویت را در نوک انگشتانم حس می کنم و هنوز لذت آن لحظه‌ای که آب تمام شد و لبت به کف دستم خورد در زیر دندانم است. بیچاره باز مدتی یک روال با معشوقه خیالی خود درد دل کرد و باز از نو گریه گلوگیرش شد و حق حق بنای زاری را گذاشت. خود را به هدایت علی نزدیک ساختم و در تاریکی آستینش را گرفته گفتم بیا برویم. راه افتاد و من هم سیاهی به سیاهی عقبش افتادم. به روشنایی که رسیدیم گفتم رفیق این دیگر چه عالمی است؟ گفت هر شب کارش همین است. گویی وارث حرم سرای مرهون خاقان است. مدتی است زاغ سیاهش را چوب میزنم و سیر و سیاحت هایی کرده ام که گفتنی نیست. هر شب همین آش است و همین کاسه. هر شب با 3 الی 4 معشوقه تازه و کهنه آنقدر بیتابی می کند و به سلامتی آنها گیلاس خالی می کند، هی رفته رفته سوس می شود و به خاک می افتد و وقتی پس از مدتی بیخبری کم کم به خود می آید، بساطش را جمع می کند و سلانه سلانه با حال خراب به اتاق خود بر می گردد.
گفتم عیش مدام بیخرج و بی دردسری به دست آورده است و تنها دعایی که میتوان در حقش نمود این است که پروردگار هرگز علاج دردش را نکند و بسیاری از بندگان دیگرش را هم به همین درد مبتلا سازد. گفت حالا بگو ببینم آیا از این کشف تازه من راضی هستی؟ گفتم حقا که کشف غریبی است، جای عجیبی گیر کرده ایم. آن طبیبمان و این هم مدیرمان. میترسم در بیرون این محیط هم اوضاع از همین قرار باشد. هدایت علی باز همان خنده خنک را سر داده گفت خدا پدرت را بیامرزد. خیال می‌کردم مدتی است سرت توی حساب آمده است و حالا می‌بینم هنوز خام و بیخبری. گفتم آیا می‌خواهی بگویی که دنیا دنیای دیوانگان است؟ گفت چه عرض کنم، ولی اگر کتاب یک نوباوه تألیف نویسنده بی‌نظیر روسی دوستویفسکی را خوانده بودی دیگر این سوال را نمی‌کردی. گفتم از این نویسنده غریب تنها چیزی که خوانده‌ام و هرگز فراموش نخواهم کرد قصه شب‌های بیخوابی است که به فرانسه شب‌های سفید می‌گویند. ولی بگو ببینم در باب سؤال من چه گفته است؟ گفت در این کتابی که اسم بردم و سرگذشت پسری است با پدر خود، در یک مورد بسیار نازکی جوان از پدر دانا و دنیا دیده خود می‌پرسد پدر جان آیا واقعاً مردم همه دیوانه‌اند؟ پدر در جواب پسر میگوید در میان مردم آنهایی که بهترن دیوانه‌اند. گفتم اینها همه به جای خود، اما هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به وقتی که بگندد نمک. تکلیف این بیچاره هایی که اینجا گیر افتادن چه خواهد شد و دیوانه‌ای که طبیب و قیم و همنشین و پرستارش همه دیوانه باشند آیا هرگز روی بهبودی خواهد دید؟ هدایت علی نگاه تیز و تند خود را به چشمان من دوخت و با لبخند رمزآمیزی گفت روی بهبودی را که البته نخواهد دید، ولی دیر وقت شده و تو هم بهتر است بروی در بستر ناز به ساز و آواز پشه‌های نیشدار دمساز شوی و برای خودت معشوقه‌ای بتراشی، اما تا میتوانی نگذار زیاد قصابیت بکنن. دیگر شب بخیر و خدا نگهدار. روزنامه من از شما چه پنهان همینجا قطع شده است. چه میتوان کرد؟ در این دنیا هر کاری دماغ میخواهد و من بیش از این دماغ نداشتم. در ابتدا خیال کرده بودم هر روز ولو چند کلمه هم باشد بنویسم، ولی بعد روز به هفته و هفته به ماه کشید و کم کم از ماه گذشته پای فصل به میان آمد و عاقبت دستگیرم شد که مرد این کارها نیستم و کمیتم در این قبیل میدانها لنگ است و به همین ملاحظه رو در بایستی را به کنار گذاشتم و یک شب که از شبهای دیگر دلتنگتر بودم دفتر را بستم و نخ قندی به دورش پیچیده انداختم بالای همین دولابچه معهودی که خودتان میدانید. کم کم دواتم هم خشک شد، ولی قش به شکل یک تکه از سنگهای سیاه و سوراخ سوراخی درآمد که به سنگ پا معروف است. ماها از آن تاریخ گذشته بود و با خیال بلقیس خودم زندگانی خوش و آرامی داشتم، اما افسوس که فصل بهار به آن قشنگی و زیبایی زود گذشت و تابستان فرا رسید و آن هم از آن تابستان‌های لعنتی سوزانی که آفت جان مردم دارالخلافه است. 6 ماه تمام درهای رحمت الهی بسته شد و یک قطره باران به لب تشنه این شهر و این مردم نرسید. انسان و حیوان و حتی باور بفرمایید نباتات و جمادات به لهله افتاده بودند. گلها پژمرده، سبزیها افسرده، مردم گرفته. اگر آب خنک شمیران زیر سر نبود، دیاری در این کوره آهنگری بند نمیشد. نصف روز در سرداب تار و تاریک گور مانند در زد و خورد با مگس‌های سمج و زنبورهای سرخ و زرد زهراگین می‌گذشت و طرف‌های عصر هنوز آن آفتاب زردی منحوس و غم‌افزا که به راستی حکم بیرق عزای شام غریبان را دارد برطرف نشده بود که لشکر انبوه پشه‌های جور به جور از میمنه و میسره قلب و جناح حمله بر می‌گردید. شب تابستان خیلی کوتاه است و انسان از خستگی و کوفتگی روز دراز به جان آمده حاضر است 1 سال از عمرش را بدهد که یک دم آسوده بخوابد. ولی تازه وقتی قدری خنک‌تر می شود و پشه‌ها از شرارت خود می کاهند و خواب شیرین شروع می شود که ناگهان سر و کله آتشبار خورشید بی مروت از گریبان افق بیرون می دود و تا چشم به هم زده‌ای دود از خرمن زمین و زمان و آه از نهاد مخلوق بیچاره هنوز به خواب نرفته برمیخیزد. آن وقت از سر نو باید تپید در آن سرداب‌های مرطوب و با یک دست به جنگیدن با مگس و زنبور پرداخت و با دست دیگر شکم را از آب یخ و آبدوغ خیار و خیار سکنجبین پر نمود.